بیعت. سال 10 هجرت بود. پیامبر اکرم آخرین حج خود را که حجة الوداع نام دارد به پایان رساندند. جمعیت زیادی پس از پایان مراسم حج با کاروان پیامبر همراه شدند تا آخرین بدرقه را از رسول خدا کرده باشند. در راه بازگشت کاروانیان به محلی به نام غدیر خم رسیدند. در همین مکان بود که برای بار سوم فرشته بزرگ خدا یعنی جبرئیل نازل شد تا مهمترین دستور الهی را به وسیله پیامبر رحمت به مردم جهان برساند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن که اگر چنین نکنی رسالت خدا را به انجام نرسانده ای و خداوند تو را از گزند مردم حفظ می کند. این چه پیامی بود که اگر رسانده نمی شد تمامی رنج و زحمتهای 23 ساله پیامبر در ابلاغ رسالت الهی از بین می رفت. به محض رسیدن این فرمان پیامبر دستور توقف کاروانها را دادند. غوغای عجیبی برپا شده بود. حضرت دستور فرمودند تا همگی در غدیر خم جمع شوند. آنها که رفتند بازگشته و آنان که در راه ماندند هرچه زودتر خود را برسانند. منبر بزرگی از جهاز شتران ساخته شد و پیامبر بر بالای آن قرار گرفتند. چه خبر شده؟ چه کار مهمی پیش آمده است؟ با شروع صحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام آن هیاهو یک بار خاموش شد. حتی صدای باد هم شنیده نمی شد. پیامبر سخنان خیش را با حمد و ستایش پروردگار آغاز کردند و خطبه‌ای طولانی خواندند. در آن خطبه ایشان از خداوند و نعمتهای او و از زحماتی که برای مردم در این چند سال کشیده بودند سخن گفتند. سپس فرمودند: ای مردم، آیا من بر شما از خودتان اولا و صاحب اختیارتر نمی باشم؟ همه یک صدا جواب دادند: بلی یا رسول الله. نفسها در سینه حبس شده بود. همه منتظر ادامه سخنان پیامبر بودند. چرا پیامبر چنین سخنی میگویند؟ مگر ما ایشان را به رهبری و پیامبری قبول نداریم؟ پس این چه سخنی است؟ در این هنگام پیامبر دست فردی را که در کنار ایشان ایستاده بود گرفته و بالا بردند. همه مردم به خوبی آن مرد را می شناختند. آخر چه کسی بود که اولین مرد مسلمان، داماد پیامبر و مجاهد بزرگ اسلام یعنی امیر مؤمنان را نشناسد؟ پیامبر دست حضرت را بلند کرد و رو به جمعیت فرمودند: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. هر کس من مولای او هستم پس این علی مولا و رهبر اوست. خداوندا، دوستان او را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدان. خدایا، یارانش را یاری کن و دشمنانش را خوار و ذلیل فرما. پروردگارا، حق را همواره همراه او بدار و او را از حق جدا مکن. آنگاه پیامبر اکرم 12 امام جانشین خود را معرفی کردند و بشارت به ظهور مهدی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین دادند که جهان را پس از پر شدن از ظلم و جور پر از عدل و داد خواهد کرد. سپس فرمودند: آگاه باشید، همه حاضران باید که این خبر را به دیگران برسانند. همه عجیبی در میان جمعیت افتاد. همه در این باره گفتگو می کردند. برخی شاد بودند و عده‌ای در فکر. هنوز جمعیت متفرق نشده بودند که بار دیگر فرشته وحی بر پیامبر نازل شد و آیه دیگر آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین از شما پذیرفتم.